سینه زنان حسین زمزمه برپا کنید، ماه محرم رسید یاری زهرا کنید. برای ما ممکن آسان است، اما برای زهرا خیلی سخت است. میدانید هر سالی که محرم می شود، دهه عاشورا فرا می رسد، زهرا در عالم معنا عزادار است. قلب زهرا خونین است. ماه محرم رسید یاری زهرا کنید. بانه بزم عزا مادر او فاطمه است. آی عزاداران، گرچه شما در و دیوارها رو سیاه پوش میکنید، کار و کاسبی تعطیل میآید در مراسم عزای سید الشهدا، اما بانی اصلی بزم عزا زهرا هست. هر جا مجلس برای حسین گرفته می شود، مادرش زهرا اونجا سری می زند. بانی بزم عزا مادر او فاطمه است. آمده قامت کمان خوب تماشا کنید. ناز گناهکار را میخرد آقای ما. ای گناهکاران، ماه محرم رسید، ماه آمرزش گناهان رسید. گناهکار اگر در دیگه محافل جا ندارد، ولی امام حسین دست رد به سینه گناهکارم نمیزند، او همه را میطلبد. ناز گناهکار را میخرد آقای ما. امر کنید هر که را گم شده پیدا کنید. نوکر هر سالیم پای قرار آمدیم. موسم درد دل است، عقده دل وا کنید. با امام حسین کنار سفره فرزند زهرا عقده های دلتون را واز کنید. گریه برای شما دار و ندار من است عزیز زهرا. گریه برای شما دار و ندار من است. چشم پر از گریه می شود عطا کنید. به یاد اون لحظه که اسب به صاحبش آمد جلو خیمه، همه اهل حرم با دنیای امید بیرون آمدن. یکی میگفت من خدا به دامان بابا میاندازم، یکی میگفت به بابا میگم مرا در بغل بگیر، یکی صدا میزد دیگه اجازه نمیدم به بابا به میدان برگردد. هر کدام سخن داشتن، ولی وقتی بیرون آمدن از در خیمه دیدن اسب حسین صاحب ندارد، زین واژگون است، موهای اون اسب غرق در خون است، سر به پایین انداخته. همه گریه کردن، همه دست به سر زدن، همه ناله سر دادن. یا صاحب الزمان آجرک الله، هنوز محرم نشده، این مردم برای حسین گریه میکنن، عشق میریزن. یا زهرا، خودت به این ناله ها پاداش بده. انشالله کسی دست خالی نرود از اینجا. دختر خردسال حسین آمد، ذوالجناح بابا را مخاطب قرار داد. آی اسب وفادار، پدرم حسین تشنه 3 روزه بود، آب در خیمه ها نبود، با لب تشنه رفت به میدان. به من بگو آیا او را آب دادن یا نه، یا با لب تشنه سر بریدن؟